سلام احترام حضور همه شما، انشالله که صحت سلامت باشین. امروز میخوایم بدانیم که چی چیزی طبقه مستضعف یا فقیر ما را برای یک روز خوشحال میسازد. برنامه را دنبال کنین و یک ارزیابی کوچک میان خوشحالی خود و خوشحالی این طبقه از مردم ما را میخوایم که با آن داشته باشیم و من مطمئن هستم بعد از دیدن این برنامه هر لحظه خدا را شاکر خواهم بود. یک طفلک نازنین را دستفروش از اینجا دیدیم، میخوایم من باش صحبت کنم و بدانم که مسئول چی هستن. شما برنامه را دنبال کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و سلام. چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر. اجازه میدم برای چند لحظه صحبت کنم؟ بله. مصروف چی هستی برای؟ مصروف ساجق فروشی. ساجق میفروشی؟ چقدر میشه سرمایه از این ساجق؟ 300 و 900 میشه شده. خب یعنی در روز 200 300 روپیه؟ بله. خب ماشاءالله. مسئولیت چند نفر از خانواده را به عهده داری؟ 6 نفر. 6 نفر مسئولیتش خودت با این ساجق روزگار میگذرانی؟ بله. در خانه پدر جان هستن؟ پدرم نوی بس. خداوند شفا نصیبش بگردانه. خواهر گرامی زیاد وقت نمیگیرم، ما میخوایم که بر یک روز خوشحال بسازمت و یک لبخند لبایت ببینم. اگرچه از خدا میخوایم که یک روز خدا بر ما توان بده و که برای همیش خودت و دیگران را خوشحال بسازم، ولی امروز میخوایم برای یک روز خودت خوشحال بسازم. میخوایم بدانم که چی چیز امروز خودت خوشحال میسازه. ما میخوایم این ساجقایم خلاص شد برم خانه گرمی است. با خریداری این ساجق از خودت میتونم برات لبخند یاد کنم؟ بله. بسیار خوب، پس من ساجق میخرم ببینم که آیا من میتونم برات لبخند بدم یا نه. سرمایه جمعاً چقدر میشه پولش؟ دانی در پر دو بستیش 400. 400 افغانی. خوب بسیار. من اینی رو برات میتونم حساب کو چقدر؟ 2000. 2000 افغانی صحیح است؟ بله. یک لبخند میزنی؟ خیر ببینی. خیر ببینی، خدا خیرت بده و خیر باشی. من هم دعا میکنم که خداوند از گنجینه های خود برات عطا کنه و همیشه با عفت داشته باشید و از بیننده عزیز هم تقاضا دارم که در حق از این خواهر کوچک ما دعای نیک کنند. خیر ببینه، خداوند خیرشون بده، به یاد خدا باشه.